سلام دوستان، من لژندری نینجا هستم. خوش اومدید به ویدیو ما. امروز می‌خوایم بازی جی تی ای وی انجام بدیم. اگه کانال دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب بدید. یکم ماشین خرابه بابا. دیگه بیا اینجا. خب کجا بریم؟ کجا؟ لستر بابا، لستر. برو کنار. یکی رو کشتیم و پژو پارس. حالا باز کیو بکشیم؟ اینجا باید موامو کوتاه کنیم. بابا 25 دلار 25 سنت میخواد سکه ما. Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. ای بابا چیکار کنیم آخه؟ اتوبوس؟ Are you bullshit me؟ اصلا واشاکستو شده. میخوای بریم به شرکتی باید اتوبوس سوار شیم. حالا میخوای با اتوبوس چی بره؟ بمونه اونجا کجاست؟ نزدیکه. حالا اتوبوس میخوای چیکار کنی؟ بابا این اتوبوس چی آخه اتوبوس کدوم تا سوار شی؟ این سوار شی مسافر کشی فقط با 5 دلار. مسافر کشی با 5 دلار پول به ما برسونیمت. موقع شبیه کامیون میمونه. اینجا بونگذاری کنی. مسافر کشی. مسافر کشی. مسافر خریداری. مسافر اتوبوس داره میاد سوار کنه فقط با 5 دلار هزینه میشه. مسافر. ایستگاه بعدی خلیج فارس. میرداماد. الان میرسیم به قم. بعد از قم میریم کرج. مسافر کشی فقط با 5 دلار. مسافر. اتوبوس رانیم خوبه. بیا سوار شو. خوش اومدی. مسافر. بعد از کرج میریم رشت. از رشت میریم آذربایجان. از آذربایجان میریم شیراز. همه جای دنیا رو میگردیم. معذرت یه سنت 10 سنت کم کنیم میشه 4 دلار و 90 سنت.
مسافر Well, you're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrifts. Hey! Blame it on the... به یاد کردیم حالا دخلتون Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. Stop the bus, you maniac! Hey, I thought you needed a ride, homie. Why you bill? Did he just run that person over? اگزیت باز شرمنده ما اینو لازم دارم You gotta watch out, fool. نه اتوبوس رانی دیگه بسه پلیس رفت Green light? Good to go. خب دوستان امیدوارم لذت برده باشی اگه کانال دوست داشتی حتما لایک کامنت سابسکرایب تا ویدیو بعدی خدا نگهدار